سلام، من شهیم هستم. شما رو دعوت میکنم به اولین ویدیو یوتیوب. من خیلی یهویی تصمیم گرفتم که دیگه واقعا یوتیوب رو باز کنم. اینجا اتاق خواهرمه. بعد محتوای اصلی این ویدیو یه چیز بامزه، یه چیز خیلی فان و نوستالژی هستش. حالا چرا من اصلا اومدم از این ویدیو شروع کردم و حالا قبل از معرفی و اینا اومدم از این ویدیو شروع کردم، چون که به نظر من هر دختری این فانتزیو داشته و تو بچگیاش این اصلا یه چیز خیلی رویایی بوده واسش. حالا من اومدم از این ویدیو اول شروع کردم که ببینیم که چجوریه دیگه. حالا واسه خودتون چجوریه اینا. و به نظر اتفاقا اولین ویدیو باید یه چیز خیلی قدیمی باشه که بک‌گراند هر آدم و انسانی ما بتونیم بشناسیم و ببینیم که چجوری بوده. حالا ویدیو امروز یه چیز خیلی بامزه است که حالا من اینجا هم یه چشمانداز ریزی ازش بهتون میگم. حالا میریم که الان بقیه‌شو ببینیم. اینجا توی این کشوها یک سری اتفاقات جالب داره میفته که من الان باید برم بگردم ببینم چجوریه. حالا بهتونم میگم که به چه صورت هستش. فقط نمیخوام که این ویدیو خیلی طولانی بشه، چون اگه بخوام وارد دیتیلش خیلی طول میکشه. ولی این دفتر پلنر منه، من همه کارامو اینا می‌نویسم توی این کار و امروز واقعا دیگه امشب یکی از کارهایی بود که باید این میکردم این کارو. توی این کشوهای تخت خواهرم من دنبال یه چیزی هستم. آقا بریم که پیداش کنیم. خب از اونجایی که خواهر من خیلی سخت دلش میاد که چیزی باشو بندازه دور، من به نظرم که خیلی این کشو گشتنش باحال بود، ایده باحالی بودش که حالا من الان دنبال چیز خواستم، ولی کلا چون تک تک این کشوهاش یه چیزی از بچگیمون هستش، حالا غیر از اونم داریم، ما تو انباریم خیلی هستش، ولی به نظرم کشوها یه چیز خیلی بامزه است توش، چیزهای بامزه است توش در میاد که کم کم زمان بره دیگه. ولی خب من میگردم تا پیدا بکنم اون چیزایی که مد نظرم هستش. آخه این آلبوم خواهرمه، حالا نمیدونم مثلا چیز شخصیه یا نه، ولی خیلی عکسای بامزه‌ای داره. این نیست عکسم از منم از توش داره، عکسای تکی منظورم. خیلی بامزه است. دمش هم گرم. این خدای منم، ولی داره عکسامو در صورتی که فکر کردم که نداشته باشه عکسای منو. آقا اون کشور که من گشتم توش یه آلبوم بودش که حالا فیلم گرفتم براتون و یه سری کارنامه‌های خواهرم و چون من اولین بار که ریاضی یاد گرفته بود و اینا که خب خیلی بامزه بودش، ولی خب من خودم جور چیزا رو نگه نمیدارم. چرا؟ چون من یک آدمی هستم که به شدت وسواس فکری. وای اینا رو وای فکرم خیلی ویدیو باحالی بشه، چون قشنگ دخترانه از گرلی ادونچره. حالا آره مخصوصا خودم نگه نمیدارم، هر چیزی که یادم مثلا موقع بچه‌ام که هر چیزی یک کم قدیمی تر شد سری مینداختمش دور و الان خیلی پشیمونم. خیلی برعکس من خواهرم، من یه چیزیه که اصلا دلش نمیاد چیزای نوستالژی و خاصشو بندازه دور. راستی دارم که شاشو میگردم باش هماهنگ کردم، ازش اجازه گرفتم که دارم این کارو میکنم، وگرنه اینطوری نیستم که برم بگردم که شاهین یه آدمی. حالا نمیدونم آقا این نشون دادن CD های باربی و خودشو یه قسمت بکنم، من نشستم رو زمین خیلی جدی خودشو یه قسمت بکنم یا مثلا کلا کشوهای یه ویدیو باشه، نمیدونم. آره ببینیم چه جوریه. خلاص اگر که بچه‌ها صدای من بده، دستم خیلی تکون میخوره، هرچی هستش واقعا منو ببخشید، اولین تجربه است و حالا ایرادا و باگ ها پیدا میشه دیگه، ببینیم که مثلا چی به چیه و اینا. خیلی جدی همه این CD ها رو نگه داشته. این CD ها رو با یه سرچ میتونید تو اینترنت بیارید. ولی فکر کنم این مستراش و اینا چیز بامزه‌ای باشه دیگه، نه؟ وای رالی ایرانی چقدر اون موقع آرزون بودش که الناز شاکردوست و سیما خسروی با هم ازدواج کنن. وای خدا چقدر پیگیر بودم. وای لاک های منم ببینید تو رو خدا. آقا اینو به اجازه بهتون بگم، من تقریبا 2 ماهه که دستامو بردم تو قرنطینه. حالا چه قرنطینه‌ای که هیچ کاری با ناخونام نکنم، استراحت بدم بهشون. حتی این لاک بیسم که زده بودم، این لاک نودی که زده بودم، اونم مثلا دارم به فنا رفت دیگه. آره خلاصه که اینجور چیزا دیگه. آقا من داشتم این کشور رو خالی میکردم که بهتون CD بچگی رو نشون بدم. بعد اون چیزی که میخواستم و یه دفعه پیدا کردم، یعنی ببینش. وای
تا بناگوش بازم نمیدونم دهنم ببندم. نمیدونم چیکار کنم. بذار اینو میذارم اینجا. VIP اونو نشون میدم. وای خیلی خوشحالم الان. آقا من میخواستم یه کاری بکنم. حالا من خیلی جدی رو زمین نشستم. واقعا میخوام بهتون نشون بدم که این پای این بسادم. میخواستم بیام خودم نگاه کنم برگه ها رو، بعد مثلا بعدش بیام برای شما ویدیو بگم. بعد یه دفعه خاطراتی میومد تو ذهنم که گفتم حیف اینا تعریف نکنم. اولندش که خیلی جدی روی دفتر خیلی داغون این کار رو انجام دادیم با خواهرم. حالا نمیتونم بگم 50-50 ولی واقعا یه سری از این استیکرها واسه خواهرم، یه سری واسه منه. اینا رو این دختران رو من نمیشناسم واقعا. اینا رو من نمیشناسم اصلا برای مرساس، ولی بچگی های پو و وینیده پو و مثلا این یکی اصلا اسمش هم الان نمیدونم، اینا رو اصلا با ما دعوا میکردیم سرش که مثلا مال کی باشه دیگه. آخر ما به تفاهم رسیدیم که بیا آقا یه دفتر مشترک پیدا کنیم. همونش که میبینید اولین دفتری هم که دیده بودیم و برداشته بودیم دفتر پر عدد و ایناست. فکر کنم مثلا اینم دستخط مامانمه یا این دستخط مامانمه، ولی اینا دستخط منه دیگه. اولین عددی که دیده بودیم هم پیدا کرده بودیم و شروع کرده بودیم بهش کار کردن. بچگیای میکی موس و مینی موس، چی؟ میکی موس و چیچی موس. آره بچگیاشون ببین سر این دعوا کردیم ماها. این استیکرها به قرآن دارم دعوا بود تو خونه. اینا ببین علیزه یک صفحه کتابه، یعنی مامان من بیچاره چه هزینه‌ای میکرده واسه ما دوتا. من حالا همشون دعوا بود خونه. بعد خیلی بامزه و جالب اینطوری بودیم که مثلا بیا نذاریم تو کتابای درسیمون، چون کتابای درسیمون رو میندازیم دور، بذاریم توی یه دفتری که برای خودمون بمونه تا ابد. یعنی کار عاقلانه‌ای بود به نظرم. اینا یکم برجستگی داره. وای خیلی کیوته. ای خدای من. بعد مثلا من یادمه هم یه جورایی واسه این کوچیکا دلم ضعف میرفت، این کوچولوها. حالا خود ناخون من از عدسه. هم واسه این کوچولوها دلم ضعف میرفت، هم واسه مثلا بزرگا. وای میخوام بهتون نشون بدم چقدر بزرگ بودن در برابر اینا دیگه. اینام که عالی. اینا اصلا نمی‌شناسم من. این واسه مرسدس مطمئنا. اینم کارتونش رو مرسده میدید. دختر استرابری چی بودش؟ نه اینه مثلا که اسم کارتونش. اینا مرسده میدیدش، ولی مثلا استیکراشو دیگه چون مرسده میدیدش منم یه آشنایی داشتم استیکراشو با هم می‌خریدیم دیگه. وای اینا رو یادم خیلی راضی نبودیم از خریدشون، چون گفتیم که اینجا مصنوعی مثل کارتون. ولی خب دیگه همه پرنسس‌ها بودن دیگه. خیلی جدی همه شخصیت‌ها رو مثلا گرفتیم. اینا رو عشقش بودیم. اینا رو واقعا دوست داشتیم. اینا عالی بودن. وای این چرا بزرگه، دوست ندارم اینا رو. ولی خب دیگه همه پرنسس‌ها بودن دیگه. من یه صداقتی به کار ببرم، من هیچ وقت کارتون اینو ندیده بودم. هیچ وقت هنوزم ندیدم کارتونشو. لایو اکشنش که اومدش دیدمش. اصلا هیچ شناختی ازش نداشتم تا لایو اکشنش، که تازه میگفتن لایو اکشنش هم خیلی دستکاری شده بود. اینا رو بخوام بهتون بگم، اینا رو همه رو دیدم. اینو ندیدم، اینو دیدم، اینو ندیدم. آرتور چیه؟ اینم فکر کنم دیدم. حوصله‌تون رو سر نبرم، ولی من هم عشق می‌کنم. وای اینا رو خیلی دوست داشتیم. اینا رو میگفتم مثلا نارنجیاش برای تو، آبیاش من. اصلا وای قلبی دارم میشم. چرا انقدر استیکر حال آدم خوب میکنه؟ بعد الان مثلا تو لوازم تحریری که میگم چه استیکرهایی اومده. وای اینا خیلی دارکه. اینا رو دوست دارم. اینا فقط مامانم برام میخرید که زبان یاد بگیریم و اینا. اصلا اومد اثر استیکر وارد شه که ما زبان یاد بگیریم. دمش هم گرم واقعا. در زمینه زبان اینا چرا روغنش پس داده؟ وای و این چرا رو اینه؟ وای هیچ حرفی ندارم آقا، هیچ حرفی ندارم من.
اینا چرا روغنش پس داده. استیکاری. وای این برجسته است. وای میخوام گازش بزنم. این چوسک و آخه ای خدا. اینم خیلی دوست داشتم بچه بودیم. واقعا من دوست داشتم. اصلا وای من این فکرم این ادامه اینه. وای چقدر جدی. ای خدا. آقا من حالا اینم بهتون بگم که من الان دارم ویدیو رو میگیرم. فکر نکنید که مثلا بچه و اینا. من 25 سالمه. 25 سالم حالا از نظر بعضی شاید بچه باشه، ولی منظورم که دارم ذوق میکنم سر اینو. با این بچگی اینو بخورمش من. وای اینا رو ای خدا خیلی باحال بود. کاش بازم داشتیم که نشون بدم. یعنی امیدوارم بازم تو کشاش باشه از اینجور چیزا. آره بریم قسمت بعدی. دلم نمیاد شد گاز بزنم که تا برو. بچه اینجا هم با مزه بودش، چون که مثلا مداد شمی و چه میدونم دوباره یه آلبوم دیگه. حالا نمیدونم تو این آلبوم مثلا عکس هست خالی. عکس هست دیگه. یه آلبوم دیگه و این البته آلبوم کاردستیاشه. این آلبوم نمیدونم چیه. این هم آلبوم عکس مکسامون. این هم باید بس کنم. چقدر آلبوم. وای ببین من با عکسای رو اینا خاطره دارم. آب آوردم که صدام داغون نشه. حالا نمیدونم که صدام مثلا خوب هست یا نه. نظرتون رو به من بگین. وای بعد مثلا سودوکو و اصلا از اینا. اینم که آقا من مشغول فیلم برداری ام. بعد یه جوری هر آلبوم طول میکشه. حالا این آلبوم خود خواهرمه. بعد مثلا نمیتونم نشون بدم، نه که نتونم. هی نور میفته توش، هی بعد عکس رو از توش در بیارم. نگاه کنید نور میفته توش. ولی واقعا هم عشق میکنم. ببین اینا مثلا بار 4 و 5 میبینم، ولی مثلا هر سری که میبینم مثلا انگار که یه چیز کاملا متفاوت دارم میبینم. گفتم الان که سمت اتاق خواهرم هستم، سمتشو که خوب اومدم. خواهرم خیلی کتاب داره. بعد حالا واقعا کتاباش هم کتابای جالبیه، ولی اینا نصفشه خیلی کتاب خونه. در حدی که مثلا انقدر کتاب میخریدش و میخوندش که مثلا بابا بهش گفتش که بابا تو بیا عضو کتابخونه شو، کتابا رو یه بار میخونی دیگه. اینطوری مثلا چون یه تایمی هم خیلی کتاب گرون شده بود. الان هم خب گرونه، ولی اون تایمی که یه دفعه ترکید، مردم فهمیدن که کتاب چقدر چیز خوبیه و ترکید دیگه، اصلا خیلی خریدنش و اینا سخت بودش. مثلا نگاه کن چه کتابایی. وای جنگ و صلح. come on seriously. آره دیگه بقیه‌اش هم دوستان نگاه کن اینا رو. وای خدای من. بهش گفتم یه کتاب خوب به من معرفی کن. بعد گفتش که کتاب تزار و عشق نو، تزار عشق و تکنو، همچین چیزی. بعد دیگه بهش گفتم کجاست و اینا. گفتش که ردیف دوم از پایین، یعنی انقدر بلد سفر الان. بعد انقدر حفظه دیگه. منم اینو گفتم که بخونم دیگه آقا جون. بعد حالا چیز دیگه که این وسط دیدم و خیلی جالب بود این بود. این هنوز هم ادیکشنش به استیکر رو داره آقا. خیلی شکل جالب برجسته هم هست. میشه گازش زد. آره خلاصه این کتابم که میریم میخونیم. حالا بعد شروع کنم دیگه. آقا یه چیز بامزه دیگه که من توی این کشو دیدم این پاک‌کنا بود. یه زمانم از این پاک‌کن بودارای طرح‌های مختلف رنگی پنگی هم خیلی داشتیم دیگه. اون مداد شمی و این هاست. این هم آبرنگه. آره خلاصه این کمد یکم چیزایی بودش که حالا هم یه جورایی میشد استفاده غیر قابل استفاده، هم که این آلبومای بامزه که من ازشون عکس گرفتم. یعنی چون حالا یکم خانوادگی تر بودن و آدمای دیگه توش بودن و اینا نمیتونستم نشونش بدم، ولی عکسای بامزه از توش گرفتم دیگه. خاطرات قشنگی بودش توش. و این
این محرکه‌ای که بهتون نشون دادم که چی بود محتواش. اینو میخواستم بهتون باز کنم. به خدا الان از توش سوسک واقعی هم در میاد. حالا علاوه بر این جک و جونورایی که توشه. اینا چیه خواهر من؟ اینا چیه تو داری؟ این چیه؟ این فکر کنم رو این سوار نمیدونم. وای 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 خدای من حشره رو میبینم تنم میخواره. پس بنابراین بهتر که فراموش کنیم. پارچم گذاشتم مثلا گردگیری که کلا یه بیخیال شدم. انقدر سرم گرم شد گردگیری گفتم مثلا بیام کمد بدبخت رو یه نوایی بدم، ولی خب دیگه سرم خیلی گرم شد. میخوام برم قسمت بامزه داستان. این چیزا رو نشون بدم، CD ها رو نشون بدم که حالا سرشون خیلی جلدای قدیمی و بامزه‌ای داره. این که بگم تحت خاطراتشه، کاری باش ندارم. ولی آره یه زمان ما سمت خونمون چیز بودش، اینا رو اصلا ندیدم، یه CD فروشی بودش. ببین فیلمای روز. بعد من هم اون CD ها رو 2000 تومان میخرم. یعنی اول 1500 بود، بعد گرون کرد 2000 تومان. بعد دیگه آقا من همینطور دارم CD میخرم مثلا در حدی که مثلا چهارشنبه میشد، اون موقع مثلا هنوز کنکوری نبودم، چهارشنبه میشد سوم راهنمایی بودم حس میکنم. بعد چهارشنبه میرفتم یه عالم CD میخریدم که مثلا تا شنبه میشستم میدیدم این فیلم ها رو. بعد آره وای اینو یادمه که مرسد عشق فیلم های معروف و مثلا IMDb اینا بودش. من نه از این فیلم های چرت و پرت مثلا خنده داره که اصلا امتیازش 4 به زور بودش. بعد این مثلا اصرار کرد که اینو ببین و اینو دیدم اون فیلم رو Silence of the Lambs. بعد آره هیچی داشتم میگفتم که آره یارو 2 تومن بهمون CD ها رو مینداخت و اینا فکر کنم فیلم باحالی باشه ها آقا جون. اینا فکر کنم فیلم باحالی باشه. بنویسم اسمشو ببینم بعدا. حتی این بازیگر رو دوست ندارم. اینم یادمه که جون به لبم کردش. CD دومش خراب بود و جون به لبم کردش. اون موقع هم که سرعت اینترنت داغون بودش، دقیقا هم مثلا نیم ساعت آخرش CD خراب بود. افون بوفم داشتیم ما. بله اینا رو که اینا هم فکر کنم امتیازش بالا باشه. باید دوست دارم ببینم. اینم که هیچی. خب آقا شارژ گوشیم تموم شدش. بعد دیگه یکم کارمارای دیگر رو کردم تا اینکه دوباره برگردم اینجا. این فیلمم با اینکه سیاه‌سفید عالیه، این مستر بینا رو همه رو داره خواهر من. شیرشا اینم معمولیه. وای این عالیه. اینو که دیدین حتما. اینم که هیچی. اینم هیچی. اینم نشون دادم. اینم با مزه است. وای لپتاپ تبلتش اینم خیلی با مزه است. دیدیم اینا رو هم خیلی ما دوست داشتیم. هم CD هاشو میگرفتیم هم تو تلویزیون میدیدیم. خیلی با مزه است. اینم با مزه است. ببینید اگه دوست داشتید. تکمه پوش 2 اینم باحاله. اینم که نمو فروشنده. خشم و هیاهو هم باحاله. اینم 100 بار دیدم. زمان ونزی مردان مریخی. اینم یه فیلم سیاه‌سفید غمگینه ولی واقعا بالای 12 سال بیشتر بنظرم بالای 15-16 سال باید ببینم چون واقعا تاثیر میذاره تو روحیه. ولی خب باحاله. اینم که پرنسساس. سیندرلای 3 عروس مردگان خیلی قشنگ. این CD ها رو اسم می نوشتیم و اینقدر با هم دعوا می کردیم جدی. اینم که باحاله. اینم که اینه. این فیلم هم که حتما ببینید. نو اسکیپ واقعا شاهکاره. آقا این فیلم های من بود. اینا رو پاسم نشون بدم. اینا
میگه که این ساید اوت، اینم که زوتوپیاه، اینم باحاله. اینم سری مستر بینه، یعنی توش چند تا سیدیه نمیدونم، همش هستش. سریال مستر بینه توش دیگه، کلا 6 7 سیدیه. این سیدیای من آقا. ویدیوی اول من تموم شدش. امیدوارم که دوست داشته باشید ویدیوهای بعدی رو با هم دیگه ببینید. نظری، انتقادی، چیزی داشتید توی کامنت ها من بگید. این ابتدایی ترین ویدیو منه، اولین ویدیوه. مطمئنا خیلی باگ داره، خیلی ایراد داره، حتما نظرتون رو بهم بگید. ویدیوهای بعدی مطمئنا قوی تر خواهد بودش، چون ایده های خیلی باحالی تو ذهنمه و سعی میکنم که ویدیوهای بعدی رو هم کم کم پیاده بکنم و اونطور که باید و شاید پیش ببرم چنلم رو، چون تازه استارتش دادم. خیلی ایده ها تو ذهنم هستش که امیدوارم که خوب پیش بره همه چی دیگه. فعلا خدافظ. این فکر کنم از این آلبوم هایی بود که تو دبستان هی بهمون هدیه میدادن و اینا. آره.